زندگی یک دختر تاجیک که اویله عربو. السلام علیکم. من مریم. شوهرم عربه. یک دخترچه دارم. وقتی خسر خشتومانم زندگی میکنم و زندگی که اویله عربو را همه روزه در بلوگم نشون میدم. ده همین ماینا دخترچه‌ام 2 ساله میشه. الحمدلله ما را فرزند یکمونه. اگه شوهرم تصمیم گرفتیم که 2 سالگی دخترچه‌م یعنی درجه‌نش قاید میکنیم در بین خدمت اویلوی. خیلی ما شیرینی پختم. این شیرینی توپچه با شکلات تر میشه. ریسپش پرسیدن خیلی دفعه دیگه میکنم میمونم ده. خیلی جا خونه خدمت زلمه ده همجا خیلی ما خیلی پفاگم خیلی سکو کردم همین اول یک ده همین خیلی یک دسترخوانی مای ده که میگن که با ماشینی ماه میشه یک مرنگی همین عربو کردم ده اینا هم خیلی میکنن رسم رسوم اینا طرز مهمونداری دسترخوان همه طرفه ایخمون فرقتی کلان دارن ده خیلی ایخمون درجه دیگه خیلی میکنیم مثلا هر چیزو پرزنی کنه اینا ده دیگه خیلی میکنن ده اکی مرنگ گفتم 2 سالگی دخترچه مای ده بین خیلی شیرینی هم خیلی سکو کنم و برای کودکان و پاپ کارا کنم و چوبا چوبسام خیلی پدرچک تیار کردم خیلی گفتم بعد دخترچه‌ام 4 ساله شود انشالله و دیگر خیلی میکنیم ده خیلی 2 سالگیش همین خیلی میکنیم بین خدمت خیلی جدا خیلی تورز کس کرده گیریم تورت شکلات می بین همه چیزا را خیلی دسترخوان موندم همش را تیار کردم بعد خیلی کتی شوهرم باشه اینجا سویتر را کشتن گفتم تورت تف میکنم که دخترم نکرد خیلی کتی شوهرم ما کردم خیلی صورت گرفتیم همه کس خرسندی کردیم بعد جا خشتومان ما گفتم که شما تورت برین خشتومان گفت که درجه دور تید باید تبری گفتم که نه شما کلان شما برین تقسیم میکنیم ده و جا خشتومانم تورت بریده در طریقه میمون تقسیم میکنیم با اینجا باشه اهل اویله همه کساش تگیم ده خانواده شوهر ما اویله کلونن ماشاءالله ما در اویله بسیاری زندگی میکنم خیلی کتی نمیدونم بعد خیلی تورت خوردیم و یا خیلی سینگلام هم دخترم پول داده تبریک کردیسن هم باشه پدر کردیسن دخترم حیران شده که هیچی گفته همه کسا اومده تبریک کردیسن شب دخترچه خیلی جا همه کساش تگیم بعد کم ترک موزیکال موندیم کودکا رقص کردن خیلی اینا کودکای خیلی سینگل مونده همه درجه هم خیلی خرسندی ها برای می کودکا زیب دارنده برای همه گفتم که شما رقص کنین ما تماشا میکنیم خیلی رقص بازی کردن خرسندی کردن با من دخترچه اومدم گفتم که بیا چون تیم رقص کمتر دست کوت بالا که خیلی حیران شده ایست نگاه داره خیلی کودک اولیم دخترم مایده کودک رقص بازی دوران دخترچه ما اینا رو دیدم خرسندش ده خرسندی دخترم هم خرسندش که شوهرم که هر مونی کدوم میشه ایست میده و بازی میکنه رقص میکنه ایست میده دستشو بالا میکنه این اینجا باشه پدرکا ای طرف خونگیه خیلی نیمش پول دادن نیمش خیلی پدرکا هر کس هر خیلی اخسر خشتمان من باشم پول دادم و این دستمونه تیله باشه ای طرف شوهرم برای دخترچه ما این یکمین دستمونه تیله که شوهرم برای دخترچه پدرکا کرده همین عربو بسیارش در وقتی تولد کردن فرزند در آدم تیله پدرکا میکنن فرض باید چاله باشه گوشوار باشه چیزی نباشه در اینا همین طرز رسم و رسومشون در وقتی تولد کردن فرزند در آدم باید تیله پدرکا کنی تیلو همه چیزی خوبه میگن تیلو با برکتیه تیلو روزی خوب میبیاره همین خیلی میگن ده وقتی که من دخترچه ما تولد کردم در آدم شوهرم ماده سپچکای 20 گرمای تیلو آوردک پدرکا کردک در پیش امی خانواده در آدم وقتی که این دخترچه باشه کلونک شد الحمدلله 2 ساله شد شوهرم باشه برای دستمونه تیلو پدرکا کردن دمی عربو برای فرزند تیلو بسیار پدرکا میکنن میگن تیلو چیزی خوبه کلون میشه در کار میشه اوینده همین خیلی در خیلی تویا و چیزاشون ده این هسته این باید کنم عروساده ای طرف شوهر ای طرف خانواده شوهر تیلو بسیار استفاده میبرن تیلو بسیار پدرکا میکنن خیلی در اینجا پدرکای دختر ما برآورده مکن نگاه داریم همش برآورده دخترچه بازی داره